یه سایت جذاب با یه اسلایدر ویدیویی خیلی راحت فقط با المنتور بدون کدنویسی و بدون هیچ پلاگین اضافی این اسلایدر رو بساز. اول از همه یه کانتینر تمام عرض میسازیم با ارتفاع 100 VH و پدینگ 0. ویجت کاروسل رو اضافه میکنیم، اسلاید 2 و 3 رو حذف و روی یک ستون تنظیمش میکنیم. حالا به کمک منوی ناوبری اسلاید اولمون رو انتخاب میکنیم و ارتفاع اینو هم مجددا روی 100 VH جهت عمودی و تراز وسط میذاریم. از بخش پس زمینه روی حالت ویدیو میذاریم و لینک ویدیومون رو اینجا قرار میدیم. بعدش یه روکش پس زمینه مشکی تنظیم میکنیم با این میزان شفافیت. حالا هر محتوایی که بخوایم میتونیم تو این اسلاید قرار بدیم. خب اسلاید اول ما آماده شد. حالا میتونیم از ویجت کاروسل هر تعداد اسلاید که میخوایم کپی کنیم. خیلی راحت اسلاید هامون رو از منوی ناوبری انتخاب کنیم و محتواها رو دقیقاً مثل قبل تغییر بدیم.